از قلب کانادا که نه، از زانوی کانادا. این که میگن آیلتس 6 دارم، آیلتس 7 دارم، اصلا مهم نیست. شما باید بتونید ارتباط برقرار بکنید. 3 تا بهتره که بگیم دسته‌بندی هست که بیشترین درآمد رو در کانادا افراد دارن. یه سری مدرک‌های بین‌المللی دروغ توی ایران درست کردن، طرف خودش داره امضا میکنه میگه مدرک مثلا از ایتالیا اینها. سلام دوستان، وقتتون بخیر. از قلب کانادا که نه، از زانوی کانادا، از تورنتو، از قلب تورنتو خدمتتون با یه ویدیوی دیگه برای اینکه بدونین که چجوری توی کانادا باید کار پیدا بکنید. این نکته‌ای که هست در مورد کانادا اینه که شما وقتی که وارد کانادا میشین باید لایسنس بگیرید اول تا بتونید کار کنید. اینا همون اول کار بدون مقدمه گفتم که بدونید. خیلی میگن آقا ما هرچی دنبال کار گشتیم کار پیدا نکردیم، یا توی ایران مثلا من 10 سال سابقه کار داشتم نمیدونم فلان کس سمون اومد 3 ماه 4 ماه کار پیدا نکرد. بله، کار پیدا نمی کنید اگر که شما در کانادا اون مواردی که قوانین کاری و کارفرماها و شرکت‌های کاریابی کانادا میخواد رو نداشته باشین. از جملهش چیه؟ لایسنس گرفتن. یعنی چی؟ یعنی شما میبایست تو خود کانادا کالج برید. کالج ها زیادن تو هر استانی، چه کالج خصوصی باشه، چه کالج سمی پرایوت باشه، چه کالج گاورمنتال باشه، باید برید اونجا و عرض کنم به خدمتون که لایسنسش رو بگیرید. سعی کنید دوره‌های 6 ماهش هم برید، کفایت میکنه. نیاز نیست حتما دوره‌های 8 ماهه رو شرکت بکنید تا بتونید مثلا الیجیبل بشین برای اینکه کار با حقوق بالا بگیرید. اکثر کارهایی که توی کانادا مثلا مال حقوق $20 به بالا، $30 به بالا در ساعت، کارهایی هستن که شما لایسنس دارید. یعنی شما اگر لایسنس داشته باشید و لایسنس اون مراکز آموزشی که کالج ها هستن رو بگیرید، میتونید موقعیت بهتر کاری داشته باشید. یه نکته‌ای که لازمه که خدمتتون بگم اینه که شما وقتی که کالج میرید میان دقیقاً همون چی بهش میگن، همون شرایط کاری رو برای شما شبیه سازیش میکنن، یاد میگیرید و کانکشن ایجاد میشه براتون. یعنی خود کالج قسمت داره کاریابی که میتونه معرفیتون بکنه برای فرصت‌های شغلی که توی رشته شما وجود داره و کمکتون بکنه. این میشه کلا در مورد کاریابیه و اینکه یک شرط اصلیش اینه که شما حتما لایسنس داشته باشین. یه عروسی هم این بغل هست دارن عکسشون اینا رو میگیرن. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که شما وقتی که در کانادا میخوای کار پیدا بکنید زبانتون خیلی مهمه. یعنی شما زبان در نون شب واجب‌تره. باید حتما حداقل این که میگن آیلتس 6 دارم، آیلتس 7 دارم، اصلا مهم نیست. شما باید بتونید ارتباط برقرار بکنید، بفهمید که فرد چی میگه و عرض کنم به خدمتون که بتونید ارتباطتون برقرار کنید. زبان بسیار مهمه و غیر از زبان فقط همون لایسنس مهمه، این که شما بتونید کار پیدا بکنید. حالا یه نکته مهمترش چیه؟ توی کانادا کارهایی که مثلا طرف خبرنگاره، نمیدونم حسابدار، از توی ایران حسابداری خونده و اینجا لایسنس نگرفته، اینا کار نمیتونن پیدا بکنن. کارهای کارمندی در کانادا خیلی بازارش ضعیفه و شغل به اون صورت پیدا نمیشه توی برای کار کارمندی. اونا که بودن خودشون میدونن و میتونن تایید کنن این صحبتو. چه کارهایی بازار کاری خیلی خوب داره؟ 3 تا شغل هست، 3 تا حرفه هست، 3 تا بهتره که بگیم دسته‌بندی هست که بیشترین درآمد رو در کانادا افراد دارن. یکیش کسانی هستن که ریال استیت کار میکنن که معمولا نگاه میکنن ایرانی ها اکثرا تو ریال استیتن و موفق هم هستن، درآمدش هم واقعا خوبه. نکته دومش یعنی کاتگوری بعدیش میشه کسانی که تو کارهای فنی هستن، خدماتی هستن، تأسیساتی هستن، کسانی که توی عرض کنم به خدمتتون که کارهای جوشکاری، تراشکاری، نجاری، کارهایی که مرتبط با ساختمون و اینها هست. خیلی مهمه
که عرض کنم به خدمتون که افراد میتونن توی این زمینه، چون خیلی تقاضا براشون بالاه، مسکن کم هست و افراد نیاز هست که مثلا توی این مشاغل کار بکنن، خب خیلی بهتره. توی این زمینه ها و حقوق ها خیلی بالاه، ولی باز شما اگر برای کسی کار بکنید حقوقتون اونقدر بالا نیست. بهتره که لایسنستون رو بگیرید و بعد با لایسنستون شرکت خودتون رو بزنید. تو کانادا شما با $125 میتونید خیلی راحت شرکت خودتون رو بزنید و برای خودتون کسب و کارتون رو ایجاد بکنید و بتونید کار بکنید. غیر از اینها که ریال استیت و اینها رو که عرض کردم خدمتتون، اون کارا یک منبع درآمد خیلی خوب که ایرانی ها توش خیلی فعال هستن اینه که ملک میگیرن، بازسازیش میکنن و میفروشن. این باعث میشه که یعنی یه رشد درآمدی وحشتناک خیلی خوبی خواهند داشت افراد. و نکته بعدی که حالا یادم نره دور و بر مقدار شلوغ شد، کسانی که میان اینجا دکترا میخونن یا فوق دکترا میخونن باید کلا دیگه تو حوزه آکادمیک دنبال کار بگردن. توی صنعت ها اینها معمولا استخدامشون نمیکنن. چرا؟ چون که اوور کوالیفای هستن، باید درآمد خیلی بالایی براشون پرداخت بکنن. و عرض کنم به خدمتتون که دیگه نکته‌ای که بود در مورد کانادا، بله، پس بهتره که خود کاناداییام اکثریت کالج میرن تا دانشگاه، مگر اینکه دانشگاه برن بر رشته حقوق، رشته‌های پزشکی، ولی معمولا اگه میخوان سریع جذب بازار کار بشن میرن یه دونه کالج اقدام میکنن و به واسطهش جذب بازار کار میشه. امیدوارم این یه هینتای اصلی بود که بهتون دادم، ان شاءالله بتونید ازش استفاده بکنید. اگر وارد کانادا شدین برید سریع دوره از کانادا بردارید. دوره‌های داخل ایران هیچ گونه ارزشی برای اینجا نداره. شما دوره داخل ایران که مثلا من فلان دوره دیدم یه سری مدرک‌های بین‌المللی دروغ توی ایران درست کردن، طرف خودش داره امضا میکنه میگه مدرک مثلا از ایتالیا، اینا هیچ کدوم چیز نیست. تو کانادا شما باید مدرک از خود کانادا داشته باشین، لایسنس خود کانادا داشته باشین تا بتونید کار بکنید. امیدوارم هر جا که هستی موفق و مؤید باشین. خیلی سریع بود این ویدیو، فقط خواستم که توضیحات مقدماتی و مهم در مورد کار پیدا کردن توی کانادا بگم. حتما ما داریم شروع میکنیم ارتباط گرفتیم با کارفرماها تا بتونیم از طریق جاب آفر هم افراد رو به کانادا عرض کنم به خدمتتون که بیاریم و تو زمینه کاریابی کمک بکنیم که چجوری کار پیدا بکنن. موفق و مؤید باشیم.